سلام به دنیای قصه ها. من مرضیه هستم، کسی که عاشق روایت کردن داستان هایی است که روح رو به پرواز در میارن. از دل لحظه ها و خاطرات واژه ها را کنار هم میچینم تا جهانی از احساسات و تصاویر را بسازم. امروز شما رو به سفری متفاوت دعوت میکنم، سفری که از دل یک روستا آغاز میشه، جایی که زیبایی در سادگی نهفته است، اما تقدیر مسیر دیگری را رقم زد. پس اگر از داستان‌های پر از احساس و ماجرا لذت میبرید، دکمه سابسکرایب رو بزنید تا همراه هم باشیم و قصه های بیشتری رو با هم تجربه کنیم. زندگی گاهی آنقدر بازیت میده و روی نوک انگوش میچرخوندت که خودت هم از این همه اتفاق شگفت زده میشی. پنجمین بچه خونه‌ای که از ثروت چیزی کم نداشت. یا آبادی بود و ثروت زیاد پدر بزرگم. کت خدا، یا همون بهتره بگم پول زیاد برای پدر بزرگ من بود. پدرم و 4 برادراش تو همون خونه بزرگ آقا بزرگ زندگی میکردیم. پدر من پسر بزرگ بود و همیشه از این که من 4مین بچهش دختر بودم ناراحت بود و با شرمندگی پیش آقا بزرگ از من حرف میزد. انگار که من گناه بودم یا مایه ننگش که اونجور نگاهم میکردن. حتی مادرم هم در حقم مادری نمیکرد و یک بار هم نشد تو آغوشش بزرگم کنه. زحمت شیر دادنم رو گاو خونه کشیده بود و تا اونجایی که یادم زیر دست و پا بودم. عیدها که میشد برادرام و پسرعموها میرفتن شهر خرید و کلی لباس و کفش میخریدن. چقدر تو حیاط خوشحال بودن و من از پشت شیشه های آبی آشپزخونه با حسرت نگاهشون میکردم. گاهی به مادرم نگاه میکردم. ته دلم میگفتم خودت هم یه روزی دختر بودی. الانم هنوز زنی. چرا این ستم رو در حق من میکنی؟ اما همیشه طوری رفتار میکرد که انگار من بچهش نیستم. لباسهای کهنه برادرام و پسر عموهام رو تنم میکردم. هر کسی کاری داشت من بودم که باید انجام بدم. مامان و زنمون نون میپختن. من باید وسایل رو جمع میکردم. هفته یک بار از صبح تا موقع شام طول میکشید که لباسهای اهالی خونه رو بشورم. نه تو مهمونی ها میرفتم نه مراسم. همیشه از پشت پرده ها بیرون رو نگاه میکردم. شاید بیشتر از 1 سال بود که حتی سر سفره نمی رفتم و حتی یک بارم کسی سراغم رو نمی گرفت. تابستونا تو آشپزخونه که زیر زمین خونه بود می خوابیدم. زمستونا تو یکی از اتاقها. صدای خنده بقیه از درون منو می سوزون. به چه گناهی، به چه دلیلی این همه غربت از جانب همخونه ها. وقتی یکی از زنموهام باردار می شد 40 شب نماز شب می خوندم که بچهش پسر باشه و دختر دیگه‌ای مثل من اون همه درد رو تحمل نکنه. گاهی فقط لبخند برادر بزرگم بود که نثارم میشد. جز اون همه به هم دستور میدادن بیار، ببر، بشور، جمع کن، جارو کن، شیر به دوش. اگه جلوی چشم آقا بزرگ دیده می شدم به گفته خودش ساعتها سردرد می گرفت و همیشه می گفت پدرم با تولد من خونه خراب شده. یاد اون روزها خیلی عذابم میده. تا ماه‌ها بعد به دنیا آمدنم حتی اسمی نداشتم. پدر مادرم اسممو گوهر گذاشت. مادر و پدر مادرم خیلی مهربون بودن. خیلی وضع مالی خوبی نداشتن و خانواده سرشناسی نبودن. ولی هر وقت براشون نون می‌بردم اونقدر اونجا خوش بودم و آرامش داشتم که دلم نمیخواست برگردم. دایی و خاله هم ازدواج کرده بودن و اونا تک و تنها بودن. تا خونه‌شون راهی نبود. هر وقت از ظهر و شام غذا اضافه می اومد دور از چشم همه بر می داشتم و براشون می بردم. تا می رسیدم خونه‌شون رو که 2 اتاق بیشتر نبود جارو می زدم و ظرفا رو می شستم. حتی زیر پاشون فرش نبود و جاجیم دستباف بود، ولی مهر و محبت ازشون می بارید. کاش من بچه اونجا بودم. شبها شکم گرسنه می خوابیدم
ولی تو اون عمارت به اون بزرگی و اون همه دارایی اونجوری تحقیر نمی شدم. بهش ننه می گفتم. میدونست که چقدر در حق من ستم میشه و ساعتها سرم رو پاش میذاشت و موهای گره خوردم و نوازش میکرد و میگفت قصه نخور، تو هم خدایی داری. انگار نه انگار افشان دختر منه. چطور دلش میاد دختر به این دسته گلی رو اینجور آزار بده؟ تو رو چه به این همه کار و زحمت؟ آقا بزرگت پسر دوسته، خدا قلبشو میشناخته که جز اولاد پسر بهش نداده. ولی افشان خودش یه روزی دختر این خونه بود. نذاشتم با نداری خم به ابروش بیاد. مثل ملکه ها بزرگش کردم. نمیدونم چرا امروز اینقدر ستمکار شده. سرمو به طرفش گرفتم و گفتم به جاش اینجا که میام یه عالمه خوشحالم. ننه یه لقمه از کره و پنیری که خودم براش آورده بودم رو تو دهنم گذاشت و گفت قربون تو بشم. بلند شو برو، دیر میکنی دوباره میزننه. خندیدم و گفتم از بس منو زدم پوستم کلوف شده. دیگه دردم نمیاد. به هم میگن عقب افتاده. اگه رحیم برادر بزرگم نباشه پسرعموهام که از کنارم رد میشن یه مش حوالم میکنن. باز خوب رحیم هست و یکم دلش رحم داره، وگرنه تا الان منو کشته بودن. ننه با گوشه روسریش اشکش رو پاک کرد و گفت کاش میمردم و اینجور خانواده رو نمیدیدم. کاش کاری از دستم برمی اومد. به خونه که برگشتم صدای زنهای خونه از اتاق می اومد. این موقع از روز دور هم میشینن. یکی صورت اون یکی رو بند میندازه، یکی ابروهاشو بر میداره. میگن و میخندن. آقا بزرگ تو ایوون بزرگ رو به حیاط نشسته بود. براش چای بردم و جلوش گذاشتم. چپ چپ نگاهم کرد و گفت چه خونه خراب کنی از تو بدتر. نمیدونم کجای مالم حرام قاطی شد که تو رو تو دامن پسرم گذاشتن. مگه دخترم اولاد میشه؟ با لگد به کمرم زد و ادامه داد از جلوی چشمم دور شد. به طرف پناهگاه هم زیر زمین راهی شدم. مامانم سرشو از پنجره به خاطر صدای آقا بزرگ بیرون آورد و گفت باز که تو دست و پای گوهر، 100 بار نگفتم جلو چشم آقا بزرگ نباش؟ برو اتاق ما رو جارو کن. چنان با چشماش به هم چشم قره رفت که درد کمرم یادم رفت. جارو رو آب زدم و رفتم تو اتاقش. چه آرزوهایی داشتم که شبها اونجا بغل مامان و بابا بخوابم. اشکام مثل پرده جلوی چشمم رو گرفته بود. اتاق رو جارو زدم. روی تاقچه عکس برادرام بود. با گوشه روسریم خاک روی شیشه قاب عکس رو پاک کردم و گفتم چرا من تو عکساتون جایی ندارم؟ مگه گناه من چی بوده که باید اینقدر بی محبتی در حقم بشه؟ صدای زنمو بود که صدام میزد. جارو رو برداشتم و رفتم بیرون. تا منو دید گفت برو یه سینی چای بریز، خاله اومده. انگور و خیارم بشور بیار. یه سینی چای تازه دم ریختم و رفتم سمت اتاقی که توش بودن. خاله خواهر مادر بزرگم بود. تو اولین آبادی نزدیک به همون زندگی میکرد. بچه‌هاش ازدواج کرده بودن. هر وقت میومد یه شب میموند و بعد میرفت. اون روزم اومده بود که بمونه. هفته بعد تو آبادی اونا مسابقه اسب سواری بود. برادرم و پسر عمومم هر سال شرکت میکردن. و من فقط تعریفاشو شنیده بودم چون کسی منو نمیبرد. سینی چای رو که گذاشتم براشون میوه بردم و برگشتم توی آشپزخونه. دل درد داشتم و نمیدونم چم شده بود. نبات و چای خوردم و یه روسری از زیر لباس بستم به شکمم. لکه های خون رو که روی لباسم دیدم لرزه به تنم افتاد. دستام می لرزید. اون خون چی بود؟ حتما منو می کشتن. گاهی از پشت درها شنیده بودم که دخترها با ازدواج خون ریزی می کنن. دیگه دختر نیستن. وای چه مصیبتی بود که به سرم آوار شده بود. داشتم از شدت گریه خفه می شدم. مامان وارد آشپزخونه شد. نتونستم خودم رو جمع و جور کنم. وقتی صورت پر از اشک و دستمو که روی شلوارم گذاشته بودم دید، جلوتر اومد و با کف دستش تو فرق سرم کوبید و گفت خاک تو سرت، عادت شدی. برو خودتو جمع کن تا کسی ندیده. دختر که خونه پدرش عادت بشه مصیبت. آخه هیچ خری هم پیدا نمیشه بیاد بگیرتت. یه زن مرده هم نیست از تو خوشش بیاد.
دوباره با دست روی سر خودش زد و گفت 15 سالت داره میشه. چقدر دیگه من باید به خاطر تو حرف بشنوم؟ نمیمیریم راحت بشم. حرفای مامان خنجری بود که تو قلبم فرو میرفت. نمیدونم اون لحظه چرا سکته نکردم. رفتم پشت گونی‌های برنج، زانوهامو بغل گرفتم و بی صدا به گناه دختر بودنم گریه کردم. درد زیادی تو دلم و پاهام داشتم. شلوارمو عوض کردم. پس اون عادت ماهانه بود. تو همچین روزهایی هر دختری ساعتها استراحت میکنه و مادرش آرومش میکنه. ولی من برای شام اشکن بار گذاشتم. یه سبد سبزی خوردم، پاک کردم. 30 تا تخم مرغ تو اشکنه شکستم و با اون درد سفره و کاسه ها رو تو سینی میچیدم. روی سرم میذاشتم و توی اتاق مهمون سفره پهن میکردم. از درد به خود میپیچیدم ولی مجبور بودم. آقا بزرگ سر شب شام میخورد و میخوابید. اون همه ظرف رو از زیر زمین بالا بردم، چیدم، پارچهای پلاستیکی و چینی دوغ، نون خوش شده واسه اشکنه. باز خدا رو شکر رحیم رسید و قابلمه رو برداشت برد تو اتاق. منم مثل همیشه تو زیر زمین استکانهای چای رو چیدم که تا غذا خوردن چای ببرم. یکم حالم بهتر شده بود. عموهام هر کدوم 2-3 تا پسر داشتن و فقط عمو آخری مرتضی بود که یه دونه پسر 2 ساله داشت. زنش با من همسن بود ولی جز کلفتش بودن به هم روی نمیداد. چه توقعی میشد داشت؟ وقتی مادرم و پدرم اونجور با هم رفتار کردن بقیه هم عادت میکردن. حتی پسرش رو بغلم نمیداد. انگار من وبا دارم و ازم دوری میکرد. ما سر جمع 30 نفر بودیم تو اون خونه. باز جای شکرش باقی بود که هر کی یه تیکه ظرف رو آورد آشپزخونه و باز برای شب نشینی رفت. 30 تا استکان چای رو ریختم و با 1000 زحمت تا جلوی در اتاق بردم. پشت در گذاشتم و رحیم و صدا زدم تا برش داره. 1 ساعت شستن اون همه ظرف طول میکشید. با اون اوضاع حالم تا دیر وقت ظرف شستم. به مادر بزرگم زیور خاتون میگفتن. از اینکه اومد تو زیر زمین اول ترسیدم. ولی واسه اولین بار بود که دستشو روی شونم گذاشت و گفت افشان گفت که امروز عادت شدی. مبارکت باشه. فردا نمیخواد از اتاق بیای بیرون. به عروسا گفتم کارا رو بکنن. اگه دوست داری برو از صبح خونه ننه. شبم بمون، نباید این روزا کار سنگین بکنی. گوشام باورشون نمیشد زیور خاتون داره با اون محبت با هم صحبت میکنه. با پشت دست اشکامو پاک کردم و گفتم مامان بزرگ ممنون. نمیدونم چرا اون شب اونجور تو صورتش غم موج میزد. با بغض گفت خدا دعامو جواب داد و به هم دختر نداد. ولی ای کاش تو هم نبودی. میدونم بهت چی میگذره ولی رسم روزگار همین بوده. خود منو 9 سالگی به آقا بزرگت دادن. چون میگفتن بچگونم. دختر یعنی مکافات. ناراحتی اون شب تو صورت زیور خاتون موج میزد. ساعتی کنارم نشست و 2 تایی چای خوردیم. اون از قدیما میگفت و من انگار دنیا رو به هم داده بودن. از خوشحالی که با هم کلام شده تو دلم قند آب میشد. خیره به صورتش بودم. شاید بهش شباهت داشتم. صورتم پرمو بود. ابروهای پرپشت پیوندی، زیر گونه ها مو داشت و همیشه پسرعموها مسخره‌ام میکردن و ساعتها میخندیدن. به هم میگفتن دختر سیبیلو. چشمام مشکی و درشت بود. بینی ظریفی داشتم که خیلی به بینی زیور خاتون شباهت داشت. حرفاش که تموم شد دستی به سرم کشید و گفت این روزها هم میگذره و راهی بیرون شد. اون شب خیلی قشنگی بود. نه خستگی رو حس کردم نه درد دل و کمرمو. از ته دلم خوشحال بودم. اون لحظه اون شب من طعم خوشبختی رو چشیدم. دیگه از خدا گله نداشتم و سفره صبحونه رو که پهن کردم طبق گفته زیور خاتون یه بخچه نون و کره و پنیر رو گردو بستم و راهی خونه ننه شدم. اول صبحی ننه داشت خمیر میکرد که نون بپزه. با دیدنم خنده به صورت چروک خوردش نشست و گفت خوش اومدی. اول صبحی چی شده ولکنت شدن؟ به بخچم اشاره کردم و گفتم
کره و پنیر خونه خودمونه. چای شما هم که همیشه آماده است. بیاید صبحونه بخوریم تعریف میکنم. بابا بزرگم با دیدنم خوشحال شد و یه صبحونه 3 نفری خوردیم. اتاقاشون رو جارو زدم و چند تا تیکه لباس کثیف داشتن که شستم. دادا بابا بزرگم یه دونه از مرغ‌هاشون رو سر برید و به ننه گفت یه آبگوشت مرغ بپز، من میرم ظهر میام. تو اون سن و سال تو زمین‌های مردم کار میکرد و دستش رو روی زانوی خودش میذاشت و بلند میشد. دادا که رفت دوتایی نشستیم. ننه از تو صندوق گوشه اتاق شیرینی بیرون آورد و گفت افشان 1 ماه اینجا نیومده حال ما رو بپرسه. با شرمندگی گفتم به خاطر داشتن همچین مادری شرمندم. 4 دست و پا نزدیکش شدم و در حالی که توی قابلمه روحی پیاز و سیب زمینی و مرغ و میریخت که بذاره بپزه گفتم دیروز خیلی ترسیدم. زیور خاتون گفت اسمش عادت ماهانه است. واسه همین بهم اجازه داد تا فردا اینجا بمونم. ننه خندید و گفت مبارک باشه، باید زودتر میشدی. همش میترسیدم نکنه مشکلی داری. افشان برات توضیح داد. با اخم گفتم 1 مشت هم حواله سرم کرد و 1000 جور بد و بیرا بهم گفت. ولی باور میکنی زیور خاتون بهم تبریک گفت؟ ننه با حوصله هر چی که لازم بود رو برام توضیح داد و چند تا دستمال بهم داد. تو عمرم آبگوشت به اون خوشمزگی نخورده بودم. سفید بدون رب و حبوبات، ولی یه مزه بی‌نظیر داشت. دادا از سر زمین که اومد چقدر خوردنی آورده بود. هندونه، سبزیجات تازه به خاطر من گرفته بود و از همه بهتر برام از بقالی پفک خریده بود. از اون همه محبت گریم گرفته بود و اونا هم به حال دختر یه خانواده ثروتمند مثل من گریه می‌کردن. یه شب عالی رو گذروندم و صبح به ناچار باز به اون جهنم برگشتم. وارد حیاط که شدم صدای زیور خاتون بود. سر عروساش توی حیاط داد کشید و گفت بیورزه ها، ظرفای شام هنوز نشستید؟ داره ظهر میشه؟ داره ظهر میشه، پس کو صبحونه؟ الان شوهراتون میاد، نهار کو؟ خونه باباتون هم تا لنگ ظهر میخوابیدید؟ مامان تا منو دید با چشم قره گفت برو ظرفا رو بشور، تو کدوم گوری رفته بودی؟ دستشو به طرفم دراز کرد و بازوم زیر نشکونش کبود شد و از درد بی صدا گریه کردم. زیور خاتون فریاد زد گوهر حق نداره کار کنه، از بس خوردید و خوابیدید اینجور کلوف شدید. گوهر بیا تو اتاق من، آدم از همچین عروسهایی باید خجالت بکشه. میدونستم که دود عصبانیت مامان منو میگیره، ولی چاره‌ای جز اطاعت نداشتم. دنبالش وارد اتاق شدم. روی پشتی ابری که روی زمین گذاشته بود لم داد و گفت خیاط قراره بیاد. از هر کدوم از اون پارچه ها خوشت میاد انتخاب کن. افشان مادری کردن بلد نیست. به سن عادت رسیدی هنوز شلوار محمد تنته. من از خجالت سرمو پایین انداختم، ولی ته دلم خوشحال شدم. اولین بار بود میخواستم لباس دخترانه تنم بکنم. نزدیک ظهر خیاط اومد. تا منو دید گفت وای زیور خاتون، این کیه؟ نوکر خونتونه؟ پسری یا دختره؟ زیور خاتون که از شرمندگی نمیتونست چی بگه گفت اندازه هاشو بزن تا فردا لباس براش بدوز. پارچه تو صندوق زیاده. ببین کدوما براش خوبه. خیاط چادرشو دور کمرش بست و با وجب‌های دستش اندازه هامو زد و گفت لباس زیر دارم تو ساک براش. نمیخوای؟ دیگه زده بیرون اینجوری بدریخ میشه تو لباس. تو گوشه هم پچ پچ کردن و از تو ساک چند تا لباس زیر بهم داد. 2 تا پیراهن اندازمم داد و گفت اینا واسه مشتری بود. بهش تنگ شده. پولشو با لباسا حساب میکنم. دوست عزیز، اگر این مسیر قصه ها و لحظه هایی که با هم خلق میکنیم برات ارزشمنده، لمس دکمه سابسکرایب تنها یک حرکت ساده نیست، بلکه پیمانی است برای همراهی. صدای زنگوله کوچکی کنارش نوید بخش اومدن داستانی نوست. لحظه‌ای که پرده تازه از خیال و احساس برات گشوده میشه. بیایید با همین سفر رو ادامه بدیم و دنیا رو از نگاه زیبای تو غنی کنیم.